استری. وبسایت دیوا موویز تقدیم می‌کند. दिल ये खुला है ना ही हुक है ना बटन हो सपने डबल एक्सल बम भोले है ये मन बड़ी है पूरे शहर से मेरे ख्वाबों की फिटिंग मुस्कानों से कर दूं मैं दर्दों की स्टिचिंग मैं दिल का दर्जी हूँ एक उड़ता बड़ी हूँ मैं दिल का दर्जी हूँ एक उड़ता बड़ी हूँ मैं दिल का दर्जी हूँ मैं दिल का दर्जी हूँ एक उड़ता बड़ी हूँ मैं दिल का दर्जी हूँ. سلام عمو. این جریان تو هر فستیوال شروع میکنی نه؟ یکی هنوه هست اما این جوهرات دیدی ترکیبی از ادرار قلاق و سخون خفاشه اینطوری ساخته شده. اما این جریانا رو به کسایی بفروش که عاشق افسانه ها هستن. ما نسل مدرنی. کل شهر به این خرافه ها اعتقاد دارن. یکی هر خونه که جوهر بیرونش هست از شهر استری در امانه. صحیح. شنیدی که دختر آنبانی تسخیر شده باشه؟ یا تاتا و بیرلا تسخیر شده باشن؟ مطمئنم که میاد. سرکی سر شال کن بذار برات بنویسم. عمو یادت نره رو دیوار ما هم بنویسی. راستی تمیز و پررنگ بنویس وگرنه بدون اینکه بخونتش مستقیم میاد داخل. راست میگه همینه درسته. دهن داخلش همونطوری میمونه. درو پشت سرت ببند آقا وگرنه گاو میاد داخل. منم نگهبانم ها. پس بالاخره وقت کردی بیای موضوع خونه. چیه؟ بعد از فردا با من بیای. نیاز نیست. چرخ خیاطی بهم تجربه کافی داده و تو هم لازمش نداری وگرنه به زودی از چوب لباسی آویزون میشی. شوخی بود دیگه. میخوای ادای باهوشه رو در بیاری؟ قم 4 روز آینده رو روزه بگیرم و تو هم داری انرژیمو میگیری. بازم روزه؟ سرت تو کار خودت باشه. به زودی دخترها توی این منطقه صف میکشن. قبلا بهت گفتم انقدر تو کارت از این شاخه به اون شاخه نپری. زیرپوش رو گشاد کنی، پیراهن رو تنگ کنی. ما فقط دوخت لباس رو قبول میکنیم. اونم فقط لباسای نو. فقط؟ ها؟ اون وقت باقی سال چی کار میکنیم پسرم؟ بهشون زنگ میزنیم؟ بابا مثل این که تو متوجه نمیشی من چی میگم. گوش کن. آها باید یکم هم وقت بذاری و چرخوندن مغازه رو یاد بگیری وگرنه اگه یه روز بابات بمیره نمیتونی مغازه رو بچرخونی. تا حالا به این فکر کردی؟ ببین بابا حتی اگه اسرائیل هم بیاد تا روی تو بگیره تو عمرن بمیری. حتی اگه انگشتات هم بیجون باشن بازم لباس زنونه میدوزی. پسرم به زودی جای منو میگیری. بابا من واسه اندازه گرفتن از دخترها به دنیا از نیومدم. سرنوشت چی بوده پسرم؟ هنوز نمیدونم بابا ولی به زودی میفهمم. हाजी ये नाप ले ले अखियों से छाप दे सिलाई में कलाई ये मलाई जैसी करती फिलाई पॉपुलर तेरी सखियों में अपना ये भाई बोल क्या तू लेके आई ओ लुगाई हाई फाई थोड़ी ढील जो दे तो उड़े पतली पतंग ओ भजाई उड़ बन के पतंग. بفهم داخل. چطوری داداش ریکی؟ یه لباس برای من بدوز.
اندازه زنداداش رو بنویس. یکم وایسین عقب‌تر. طول 48، سرشونه 14.5. شالو در بیا زنداداش. بازو 16، مچ 7، بالاتنه 38، کمر 42. حالا بچرخ. خب گردن 10. گشاد یا عادی باشه زنداداش؟ نه نمیخوام گشاد باشه، عادی باشه. آره بهتره زنداداش، مد روزه بهتون میاد. دارم میگم پسرم این تجسم لطف خداونده. میخوای تنگتر بشه؟ آره شونه هاش تنگ بشه. اما این احمق به استعدادش احترام نمیذاره. देख के बता देगा ढीला या टाइट पापा भी कहते हैं फ्यूचर है ब्राइट भाभी तुम जब बिजली जैसी सज धज कर निकलोगी भैया की आंखों की जल जाएगी लाइट वो बजाई उड़ बन के पतंग من لباسای زیادی دوختم اما جوری که انگشتای این پسر رو چرخ میره انگار خدا داره میدوزه. جوری که این دسته قیچی رو میگیره و به صداش در میاره انگار که شاهد قدرت خدای بزرگیم. وقتی نخ و تو سوزن میکنه میتونم باستا به صدای صدف رو بشنوم. مطمئنم یه ارتباطی با زندگی قبلیش داره. मैं दिल का दर्जी हूँ एक उड़ता बड़ी हूँ मैं दिल का दर्जी हूँ بابا من 10 دقیقه دیگه برمیگردم، وقت استراحت. मैं दिल का दर्जी हूँ سلام. سلام. اسمتون ویکیه؟ بله آره. پارسال تو فستیوال دیدمتون. صحیح آره. در موردتون خیلی شنیدم. من اینجا زندگی نمی کنم ولی هر سال برای فستیوال میام. صحیح. میشه برای من لباس بدوزین؟ بله. چقدر طول میکشه؟ 2 هفته. نمیشه زودتر انجام بدین؟ 10 روزه چطوره؟ برای روز آخر فستیوال میخوامش واسه مراسم فرخنده. خب ویکی لطفا زودتر بدوزش. مشکلی نیست، میدم یکی دیگه بدوزه. ممنون. 2 روزه میدوزم. به 2 روزه. خیلی ممنون میشه. اندازم چی؟ آره کت تو در بیار. یه ذره بچرخ. آره بچرخ دوباره. آها بچرخ دوباره. تمومه. ممنون. عصر میرم معبد. خوبه. برای مراسم ویژه. خیلی خوبه. آها گفت داره میره معبد. باشه بایستا. یک دیدی؟ اون حتی بهت نگاه نکرد. اون وقت فکر کردی باش ازدواج کردی؟ و تو استادی همه چیزو میدونی نه؟ هر بار که از کوچه رد میشیم همش نگاه میکنه. همیشه همینطوریه. نه اینطور نیست. اون بهت خیره میشه.
ببینم خوبی؟ چیزی نمیگی؟ چی شده؟ عشق در نگاه اول. نگاه اول؟ عشق در نگاه اول. ما با هم میرفتیم کلاس زبان. بی خودی نمیخواد شکسپیر بازی در بیاری. دختره کی هست؟ اونی که سال پیش اومد فستیوال، چشاش قهوه‌ایه، موهاشم بلنده. آها همون که از پارسال تو کفشیه ره؟ کف نبودش که بابا. عین یه نسیم خنک از ناکجا آباد اومد دستمو گرفت و گفت ویکی لطفاً. دستتو گرفته بود؟ چرت و پرت بهت گفت لطفاً؟ آره؟ داره دروغ میگه اون وقت تو باور میکنی؟ به چه خیاطیم قسم. اومد دستتو گرفت و گفت ویکی لطفاً؟ ویکی لطفاً. ویکی لطفاً؟ ویکی لطفاً. منم همینو دارم دیگه میگم ویکی تو لطفاً. اصلا احساسات سرت نمیشه. دستتو بده. ویکی لطفاً. حالا احساسی شد. ولی چرا پیش تو اومد؟ بره. میخواست براش لباس بدوزم. تموم لباسای من الان درجه یک. آخه الان کی میاد پیش خیاط لباس براش بدوزه؟ احمق، لباسی که خودت میدی میدوزن یه جلوه دیگه داره و عشقم کار آماده نیست. باید یواش یواش ساخته بشه. همینه، گل گفتی. ویکی لطفاً. داداش بزن به حساب من. حسودی شد. این دستمو نگه داشته بود. بوش کن. آفتاب گردون. فکر کنم باید برنامه عروسی تو بچینی. صدای زنگوله عروسی به گوشم میرسه. ای عمو، از دنیای رویاها بیرون بیا. امروز اولین روز فستیواله. لوکیش مهمونی توی خونه عموش را انداخته. خیلی باید باحال باشه. پس قراره 4 روز عشق و حال کنیم. کسی دیر نکنه لطفاً. تموم شب مهمونی و صبحش هم ولو میشیم. درسته و اما خود صبح. बस ये बता दे काहे दिखाए टेंटरम तू जो बोले तो तेरे पीछे मजनू हो जाऊं कहना मैं आती है हमको थोड़ी सी शर्म बट तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से तनिक आओ कभी हवेली पे شما برید من بعدم میام. آره برنامه چیه؟ دلم یکم بیقراره، میخوام همینجا بشینم و دعا بخونم. چت شده ویکی؟ چرا یهو اینطوری شدی؟ اون آدم بوپالی باید اینطوری بشه. یه سال منتظرم. شما برید من بعدم میام دیگه. صبر کن. این میخواد بره پیش اون دختره که میگفت، همون که میگفت ویکی لطفاً، داره واسه ما بهونه میاره. پس این کارات بهانه بود. زنده داشت داره میاد. چی میگی بابا؟ هیچ کس نمیاد. براتون نظری میگیرم خوبه؟ نظری کی خواست آخه؟ اینقدر بهونه نیار دیگه ویکی. یادت باشه که زنا همیشه فتنه. تو به ویشوامیترا هم یه زن شکست. من ویشوامیترا نیستم. دنبال دستورم نیستم. روی یه پا من وای نمیسم و منتظر مینیکا نمیمونم که بخواد توبه منو بشکنه. اینو با خودت ببرش. اصلا قضیه دختر نیست. بریم من بعدم میام. بریم میتو. چی؟ زود باشید دیگه بریم. آره بریم. منش کن. بیا بریم. برید. آره میام. دیرتون شد. چرا گفتی باشه؟ سلام. فکر کردم نفهمیدی. نه فهمیدم، اما یکم زمان برد. یعنی من تجربم خیلی یعنی مثلا تجربم توی چیز خیلی کمه. ببینم مشکل تکلم داری؟
نه برای چی؟ چون میشه حلش کرد. نه به جان تو من خیلی خوب میتونم حرف بزنم. طاووس پرنده ملی ماست. منقار بلند تیزی داره، قدش نزدیک نیم متر. پرنده زیبایی. پروبال طاووس رنگارنگه. بعضیا معتقدن طاووس ماده اشک طاووس نر رو میخوره، بچه طاووس متولد میشه. وقتی طاووس در فصل موسمی میرقصه مردم مسحور فضا میشن، درست مثل من که مسحور شما شده. ببخشید. بگذاریم امشب خیلی زیبا شدی. شما خوشتیپ شدی. ممنون. دیر کردی، مراسم تموم شد دیگه. تموم شد؟ آره متوجه نشدم که دیرم شده. هواش همینطوریه دیگه. اما فردا قبل از شروع مراسم بهت خبر میدم. زنگ میزنم. شماره تو ذخیره کن. من گوشی ندارم. نداری؟ بسیار خوب. خب اگه کسی بخواد باهات حرف بزنه و بهت زنگ بزنه باید چطوری این کارو بکنه ها؟ بقیه رو نمیدونم اما اگه خواستی حرف بزنیم. خب به هم فکر کن. من پیدا میشه. باشه این کارو میکنم. نامه؟ به کی؟ به من؟ نه لطفا فردا بخونش. باشه بعداً. باشه ممنون. ضمناً خیلی دیره مگه نه؟ همه جا دیگه تاریک شده. من منتظر این تاریکی بودم. بسیار خوب. شب اول. وقتی نمیتونی بنزینش رو تهیه کنی داشتن موتور به چه دردی میخوره ها؟ با بنزین دشمنی داری؟ اون که همیشه تموم میشه. بنزین رو ولش کن، ویکی رو دریاب. انقدر شلوغش نکن بیتو. خوش شانس بود که یه دختر پیدا کرد. خب میتونست ما رو هم معرفی کنه. چرا ما رو بهش معرفی نکرد؟ فکر کنم اصلا دختری در کار نباشه. اگه باشم یه مشکلی داره. صدای چی بود؟ صدای چی شنیدی؟ من دارم حرف میزنم دیگه. چه صدایی منظورته؟ اینها چی؟ داداش رودرا سلام. داداش رودرا. شما خوب هستین؟ آره. این موقع شب کجا داشتین میرفتین؟ چرا؟ مگه چی شده؟ فستیوال شروع شده. اون واسه 4 روز آینده میاد بیرون که شکار کنه. اون استری. داداش رودرا اینقدر نترسونش دیگه. نمیترسونمش، فقط دارم هشدار میدم. ببین شهر ما تنها جاییه در دنیا که مرداش موقع برگزاری این فستیوال تنهایی پا به بیرون نمیذارن. اون مردا رو میدزده و فقط لباساشون میذاره بمونه. فقط لباساشون. شما دوتا رو دوستتون دارم، مثل خانواده من هستیم، واسه همین دارم بهتون میگم. وگرنه که داداش رودرا لطفا به ما هم بگید دیگه. خیلی خوب، بعد بیاین نزدیکتر. بیاین. اون چیه؟ نوشیدنی. این نوشیدنی. بسیار خوب، خودم دارم. یه سری قوانین معین برای فرار از خشم استری هست. قانون شماره 1. بدون هیچ قید و شرطی دارم میگم که تنها از خونه به هیچ وجه بیرون نیاین. فقط کسانی در امان هستن که بیرون خونه مطلبی نوشتن که ای استری فردا بیا. قانون شماره 2. اگه اومدی بیرون سعی نکن که شیر باشی، عین یک گرگ عمل کن. میفهمی؟ گرگ یعنی تنها نباشید، باید دست جمعی برید. صحیح. قانون شماره 3. اگه استری رو یک بار دیدین اول اسم شما رو اون صدا میزنه. سلام داک هری هرچی. حالا چی کار میکنی اون وقت؟ دمپایی تو در بیار تو دستتو اونو نگهش دار. نه نباید بدوین، باید راه برین. راه میریم دیگه. باز دوباره صدات میزنه، این بار با محبت و لطف بیشتری. بعد همینطور راه میریم. نخیر، بعد برای بار 3 صدات میزنه با یه صدای دلفریب و دلربا، عین یه فرشته. با گوش بکش مرا، چرا که این شب دوباره نخواهد آمد.
این همون نوع احساسیه که لمسش میکنی، تنفست سریعتر میشه، قلبت شروع به تپیدن میکنه، میری داخل رویا و بعد همینطور راه بریم. نه هیچ مردی نمیتونه با سومین باری که استری اونو صدا میکنه دووم بیاره. مطمئن باش که اون لحظه کنترل تو از دست میدی و تا برمیگردی اون دنیا رفتی. اما داداش رودرا باید راهی باشه. قانون شماره 4 و مهمترین چیزی که باید برای فرار از استری به یاد داشته باشین اینه در هر شرایطی باید این کیه؟ الو بله آره خیلی خوب باشه الان میام. یه لحظه صبر کن تا برسم. داداش رو دارم قانون 4 تموم نکردی. راه برین. صدا ازتون در نیاد. همینطور راه برین. همینطور راه برید. یه دقیقه نه میخوام راه برم. بیتو اونجا رو نگاه کن. اونجا چیه؟ یکی اونجاست. سب کن بیتو بایستا بیتو جون مادرت بایستا سب کن بیتو بایستا بیتو خواهش میکنم. چرا میدوی؟ چون تو داری میدوی. اون چی بود؟ اصلا نمیدونم. به ویکی چیزی نگو وگرنه حسابی مسخرمون میکنه. میفهمی یا نه؟ میفهمی؟ کجا بودی؟ چی شده؟ ها؟ घबराना बजाए तू दूर से होने क्या दिल के सारे बटन खोल दे खुल के बोल दे सहम रही हो ना बता दे तेरा आज है प्लान क्या आज बिजली भी गिरवानी है फायर भी लगवानी है जो तू आके बेबी हमारे साथ मां आ आ आ आ के कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे नौजरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे नौजरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे ओ हाय रे मेरा दिल ले ले हाय रे मेरी जान ले ले बदले में तू थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी तो कमरिया हिला दे हाय रे मेरा दिल ले ले हाय रे मेरी जान ले ले बदले में तू थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे नौजरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे कमरिया नजारे तेरे ये सितारे तेरे ये बहारे तेरे ले ले मेरी जा ये बाहें ले ले सदाएं ले ले आ जो चाहे ले ले दे दे थोड़ा प्यार नजारे तेरे ये सितारे तेरे ये बहारे तेरे ले ले मेरी जा ये बाहें ले ले सदाएं ले ले आ जो चाहे ले ले दे दे थोड़ा आज बिजली भी गिरवानी है फायर भी लगवानी है जो तू आके बेबी हमारे साथ मां आ आ आ आ कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे नौजरी हिला दे हिला
کی؟ بیا داخل. اون دوست منه. رو حساب دوستی خبرش کردم. ها؟ برو بیارش تو دیگه. برو گم شو بابا. قبلش به ما خبر میدادی، اما اینو قبول نمیکنه. دیگه خیلی داره شلوغ میشه. تو برو ژنراتور رو روشن کن که چشمون هم دیگه رو ببینه. چرا نگفته بودی این هم آدم اینجا؟ نگران نباش عزیزم، با هم دیگه میریم تو اتاق بالا پیش بچه ها، دور همیم خوش میگذرونیم. خیلی مهمونی خوبی شده. اگه میدونستم دوستامم میآوردم اونو کشته مرده اینجور دور همیان. خیلی خوب، حالا برو بالا. آفرین بهت، آفرین بهت. अरे आओ ना। सामान है ना? सामान? सामान नहीं तो फ्रेंडशिप नहीं है? ओह सामान। سلام. کیه؟ सामान है क्या सामान? अबे सामान नहीं हम नहीं रखते। वे है ना यार, किसी लौंडे से पूछते। भाई भाई सामान है क्या किसी के पास? सामान चलते चलते خانم برق اومد. پس چرا چراغا خاموشه؟ خب بذار روشنش کنم ببینیم چه خبره. چشم کور شد تو این تاریکی. کی ببینم کدوم یکی از ایناست. اینه کدومه پس؟ اینه. نه این نیست، این یکیه. چی شد؟ چیه؟ چی؟ بیرونه بچه. چی شده؟ از پنجره کشیدش بیرون. نارنده؟ تا اومدم تو اتاق دیدم کشیدش بیرون. همین چه بمونیم، تو برو چک کن. نارنده. لباسای نارنده ره. ها؟ گفتم لباسای نارنده ره. لباساش مونده؟ استری بردش. این کار استری. هر بار یه مرد با خودش میبره لباساش هم جا میذاره. ولی من یه چیزی رو متوجه نمیشم. استری چطوری اومد تو؟ نمیدونم. روی دیوار جمله استری فردا بیا نوشتم تا راحت مهمونی بگیریم، ولی یکی پاکش کرده. من فکر کنم یکی از قصد پاکش کرده. ای بر پدر و مادرتون لعنت. کی رو دیوار خرابکاری کرده؟ کی بوده؟ ها؟ کار کی بوده؟ لیکی. کار تو بود؟ نه بابا من نبودم. او جدی؟ پس کار کی بود؟ راست میگه، تو وسط مهمونی رفتی بیرون. تو روی دیوار امضا گذاشتی. آره اصلا من بودم، ولی کسی نگفت دستشویی نکنین. گم شو. این همه جا چرا رفتی اونجا خرابکاری کردی؟ دستشویی خودمه، به تو چه؟ هر جا دوست داشته باشم به دستشویی خاطر تو دوستمونو از دست دادیم حیوان.
بابا اون معتاده، حتما نشه کرده رفته. درباره دوستمون اینجوری حرف نزن. تو ناپدیدش کردی، فهمیدی؟ من که کاری نکردم. تو کاری کردی که ناپدید چه رفتی خرابکاری کردی؟ وایسی بچه‌ها یه لحظه وایسی. صبر کنید. یه لحظه صبر کنید. آقا میگم صبر کنید دیگه. جانا رو واسه چی میزنین؟ دوستتون گم شده، برین دنبالش بگردین. اینقدر استیری نکنین. دیر وقته. بابام حتما نگرانم میشه. منم که مامانجونم نگرانم میشه. خیلی خوب باشه، فردا صبح برمیگردیم. نامه نه. ایناش داداش یه خانمی کارت داره. کیه؟ بگو بعدم میام. خودتون بیاد پایین ببینید. ای بابا، بهش گفتی خونم؟ آره داداش. بیا اینجا چی کار میکنی آخه؟ من پولمو میخوام. کدوم پول؟ طلبم دیگه، همونی که از نارندل میخواستم. اون با هم باید حسابی کرد، تو باید بدی. خب دیگه بده. چرا من باید بدم؟ تو رو دیوار خرابکاری میکنی، اون وقت توقع داری پول من از بین بره؟ دولت دستشویی کردن منو قدغن کرده، هر جا دلم بخواد دستشویی میکنم. پولو رد کن بیاد. اصلا شنیدم که هیچ اتفاقی هم نیفتاده. من به این کاری ندارم، پولمو میخوام. خواهش میکنم خواهر، من همچین پولی ندارم، پول ندارم. ببین چی میگم، انقدر بهونه نیار وگرنه با دوستان میریزم اینجا و آبروتو تو محل میبرم. آروم باشه. اصلا برای پدرتم خوب نمیشه. خیلی دربارش شنیدم. من اصلا چقدر بهت بدم؟ من دارم پول جمع میکنم. خب 3000 تا کافیه دیگه. یکم ازش یاد بگیر. باشه حتما. دیدی؟ خب جناب، میخوای همینطوری اینجا بمونی یا بری یه چیزی بپوشی؟ حواست به پسرت باشه، کلش با قرمه سبزی میده. پسرم میخوام از تجربه هم بهت بگم. جوانی میدونی پسرم داروی عجیبیه. بدن انرژی زیادی داره، مثل تانک میمونه که پر از انرژیه و این انرژی دوست داره بیرون بزنه، ولی بدن میمونه چی کار کنه و چی کار نکنه و این بیقراری در این سن و سال تو رو مجبور میکنه که بری و با جنس مخالف دوستی بکنی. بابا امیدوارم بدونی اینجا دوستی چه معنی میده. معنیشو میدونی؟ پسر، من قبل از تو اینجا به دنیا اومدم، زمان خودم کلی بهش فکر کردم. شما دوستی میکردی؟ البته آره، ولی وقتی مادرتو دیدم نظرم به همه چی عوض شد. پیوند مرد و زن، به حرفام گوش کن پسر. ادامه بدین. پیوند مرد و زن خیلی خالصه و پاکه، مبارکه، مثل پیوند زمین و بهشته، مثل پیوند شیوا و شاکتیه. تو میفهمی دقیقا چی میگم؟ خب الان چرا این چیزا رو دارین به من میگین بابا؟ اینا رو میگم تا تو به خاطر دوستی پول ندی. من کی واسه دوستی پول دادم؟ اون کی بود؟ بابا اون به خاطر من اینجا نبود. اصلا اون قضیه ربطی به من نداشت. بابا به من گوش کن. حرف من اینه، باید منتظر باشی تا شریکی پیدا بکنی، کسی که باهاش بتونی ازدواج بکنی و یاد بگیری چطوری این انرژی درونی تو آروم بکنی و اگه نتونی بعدش دیگه نمیدونم چی بگم. بعدش چی؟ بعدش به خودت متکی باش، خودت مسائل تو حل کن. منظورت چیه؟ من نمیفهمم. یعنی خودت خوبی بابا؟ منظورم اینه که
منظورم یالا بابا من نمیفهمم چی میگی. بفرما بیرون. چی داشته باش. انرژی کجا بود بابا؟ چی نوشته؟ خب ببینیم اینجا چی نوشته. ویکی عزیز، اگه با عزیزم شروع کرده پس با عشقم تموم میشه. ویکی عزیز، حالت چطوره؟ چه سوال چرتی؟ همین دیروز دیدتت، حالا میخواد ببینه حالت چطوره. بخون. راستش رو بخوای از دیدنت خیلی خوشحال شدم. بخون. بعدش چی؟ بعد از حرف زدن با تو حس کردم خیلی وقت همدیگر رو میشناسیم. خیلی وقته میشناسه. از وقتی عقب کشیدم. درست بخون. بعد از دیدن تو دلم میخواد بیشتر ببینمت و این بار که همدیگر رو دیدیم ویکی عزیز میتونی این چیزا رو واسم بیاری؟ بعدش چی؟ صفحه بعد. میشه برام نوشیدنی بیاری و 0.5 کیلو گوشت گوسفند و 1 کیلو شیشه سوخته، گل تاتوره تارموی گربه و دم مارمولک. مرسی. با عشق. با عشق. دیدی؟ این چرت و پرتا دیگه چیه؟ من نمیفهمم. کی آخه از یکی همچین چیزی میخواد؟ اونم با نوشیدنی. خب چی میشه بخوره؟ خوش خوراکه دیگه. منظورم این نبود. آخه میخواد واسش دم مارمولک ببری. تو خیاطی نه جد آباد مارمولک. این حرفا چیه؟ چون اون بهت گفته میخوای ماموریت غیر ممکن رو انجام بدی؟ همین جانا چقدر گفت واسم لباس درست کن. تو درست کردی؟ واسش چند وقت من دارم میگم بریم گوا. تو چی قبول کردی؟ میخواد واسه دختر قهرمان بازی در بیاره. تو یه چیزی بهش بگو. حالا چی کار میکنی؟ خب خیلی مؤدبانه ازم خواست. خب باید گیرشون بیارم دیگه. خب که چی؟ خیلی ساده است. پسرها وقتی دخترها چیزی بهشون میگن انجامش میدن. همین. شاه جهان تاج محل رو واسه عشقش درست کرد. اون وقت داداش ما افتاده دنبال گربه و مارمولک. کی فکر میکرد بعد 500 سال عشق به یه همچین روزی بیفته؟ بگو ببینم، به نظرت قضیه مشکوک نیست؟ راست و غلط یه نظریه است بیتو. نمیخواد واسه من فلسفه ببافی. دارم میگم حس بدی به این قضیه دارم. دختر مشکلی داره؟ گرفتش. عجله کن. استری دیشب یکی از مردا رو با خودش برده. قبل از اینکه بیاد باید بریم خونه. دارم عجله میکنم دیگه. نه ترس، من پیشتم. از پس زنت بر نمیای. اون وقت از یکی دیگه میترسی. الو جانا، همین الان بیا پیشم. ویکی سلام. سلام. ببخشید حواسم رفته بود به موسیقی. معذرت میخوام. چی گوش میدی؟ انگلیسی. آفرین. آیکان. کی؟ ایکان. همون که میگه میخوای عزیز دل من باشی. مثل کمارسانای خودمونه بابا. عجب. نمیشناسیش؟ نه. صحیح. دوباره مراسم دعا رو از دست دادی که. امروز حوصله اینجور کارا رو ندارم. درسته. بله. من
تبرکی واسط آوردم. امروز روزم. تبرکی هم نمیشه بخوری؟ حالا مهم نیست، چه شما بخوری چه من فرقی نداره. راستی میتونیم بریم داخل، کاهن رو میشناسم، میتونه واسه دعا بخونه و به اسمت هم 11 روپیه نظری میده. اسمت چیزایی که گفتم آوردی؟ آره همشون رو گیر آوردم. نگفتی چه نوشیدنی میخوای، منم از همشون آوردم. اینجوری خیلی بهتره، واسه تنوع میتونی هر کدومو بخوای امتحان کنی. نتونستم گربه با موی سفید پیدا کنم، ببخشید. رنگ موهاش چند تایی بود. ولی میخوای با اینا چی کار کنی؟ میخوای اینجا حرف بزنی؟ بریم یه جای دیگه. تو این ساعت؟ آره. باشه، ولی خب کجا؟ بریم یه جایی میشناسم. गोरिये तू किन्नी गोरिये तू ज़मीन पे चांद की जोड़िये बुरी है बड़ी बुरी है दुनिया की नियत छोड़िए नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू जो तू पहन के उज निकली है हल्की सी तू मुड़ती है घूम जाए मार्केट छोड़िए नजर ना लग जाए जानू हॉट ये घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू हॉट ये घबराए सानू ویکی امشب رفته. کجا؟ خوب توجه کن به حرفام، خوب دقت کن. خیلی به این قضیه فکر کردم. نتیجه که بهش رسیدم یکم خطرناکه. نتیجه گیری چی بود؟ تو مدرسه تو خیلی باهاش بودی، چرا انقدر الان خنگ شدی؟ اصلا نمیفهمم. من همه چی رو به دقت سبک سنگین کردم. اقیانوس آرام من، چرا این همه سبک سنگین میکنی؟ حرف منو نمیفهمی؟ این دختره سال یه بار مثل گونه های در حال انقراض پیداش میشه، اونم فقط توی این چند روز مراسم. میدونی کی دیگه این چند روز پیداش میشه؟ کی؟ استری. جناب یکم عمیق‌تر بهش نگاه کن. کسی به جز ویکی اونو دیده؟ نه. آره. توی اولین نامش دیدی ازش چی خواست؟ موی گربه، پاگ مارمولک. حالا آخه دیگه چه فرقی داره؟ همچین چیزی کی میخواد؟ حالا نگاه کن، تلفنشو جواب نمیده. کارتو بکن، فقط 50 روپیه بنزین بزن. دوباره 50 تا؟ چرا یک بیشتر نمیزنیم؟ چرا اینو به بابام نمیگی؟ خودت بهش زنگ بزن. دارم میگم رفته دیدنش، مطمئنم. دوستمون تو دردسر افتاده، استری براش تله گذاشته. دوست بدبخت ما دقیقاً داره میفته توش، دقیقاً توی تله استری. رد تماس میده. چرا آدم ها وقتی عاشق میشن کور میشن؟ من از کجا بدونم؟ میتونی هر کسی که میخوای باشی، اما مرید نه. به نظرت این دوتا الان کجا رفتن که با هم تنها باشن؟ دریاچه. شب دوم. اینجا رو از کجا میشناسی؟ چرا اومدیم اینجا ها؟ چون تاریکه و هیچ کس نمیاد اینجا. تاریک؟ فکر کنم اینجا هم نیست. یعنی کجا میتونه باشه؟ مطمئن باش امشب فقط لباساشو پیدا میکنه. لباسات خیلی قشنگن. از کجا خریدیشون؟ خودم طراحیش کردم. مردم بهش میگن مانیش مالهوترا چندری. خیلی تنگ نیست؟
نه مناسبه. چطور باز میشه؟ ها؟ میشه بریم؟ چرا؟ تو هم ترسیدی؟ نه من از روح نمی ترسم، اما چرا اینقدر وقت اونو واسه یه آدم خودخواه اینجا هدر بدیم؟ اون دوستمونه. بیتا سب کن. تو مغازه دیگه چی میدوزی؟ فقط دامن و لباس بلند یا چیزای دیگه هم میدوزی؟ همه چی میدوزیم، فقط لباس زنونه. دامن، لباس سنتی، تونیک، دامن کوتاه، لباس کوتاه و بلند، لباس حاشیه‌دار و لباس مجلسی، لباس آینه‌ای سنگدار، شلوارای طرحدار و لباس خواب و تمام چیزایی که اصولاً به درد خانوما میخوره همشون رو میدوزیم. همین. لباسمو کی بهم میدی؟ آخ کاملا یادم رفته بود، ببخشید. خیلی به زحمت انداختمت نه؟ البته که نه، اصلا زحمتی نداشت. من واسه تو هر کاری میکنم. اون روز باید اندازه هاتو میگرفتم. فکر کردم گرفتی؟ معمولا تو این کار خیلی واردم، ولی اندازه های شما رو یه کوچولو قاطی کردم. خب الان بگیر. ولی خب الان که متر همرام نیست. بدون متر نمیتونی بگیری؟ میتونم، ولی اجازه هست؟ بگیر. واقعا؟ واقعا. باشه پس. آهای کجا رفتی؟ بیتو دلم واسه مامانم تنگ شده، برگردیم؟ نظرت چیه؟ اصلا راست میگی، پدر و مادر که از دوست مهمتره. راست میگی، بیا برگردیم. بیا برگردیم. چی شد؟ بذار ببینم، صبر کن. چیه؟ فکر کنم بنزینش تموم شده. بهت گفتم نگفتم؟ یه چیزی رو بگو. مگه بابات نوکر خونه این و اونه؟ شما که تو شهر مغازه به اون بزرگی دارین، از مانیش ماوترا تا مانیش بهل، این چه وضعیه؟ چه 50 تا بنزین بزنی چه پرش کنی بازم اینجوریه. حالا پمپ بنزین نزدیکه، یه ذره هول بدی میرسیم. موتور توه، خودت هول بده. چرا من هول بدم؟ از بچگی همش دارم من هول میدم. چه مرگته؟ استری داره توی شهر میچرخه، اون وقت ما وسط ناکجا آباد گیر افتادیم، باز میگی چه مرگته؟ مامانم گفت زود برم خونه، گفت زود برم خونه، اگه نرم درا رو قفل میکنه و میخوابه.
زود باش دیگه. مامان آهای کجایی؟ خانوم کجا داری میری؟ میدونستم عوضی آشغال. چت شده دوستتم امروز؟ بردت که نیستم. اول بریم سمت خونه شما تا بتونی زود بری خونه. اون وقت منم باید تنها برم خونه. ولی همیشه این کارو باشه می‌کردی. بی خیال. نمیخوام دیگه یه ساعت به چرت و پرتات گوش بدم. باشه مجبورم نیستی. برو. عوضی امیدوارم اسری بدزدتت. تو هم همچنین.
لعنت مونستری. جانه من تا حالا تو زندگیش به هیچ مشکلی بر نخورده بود، حالا اون حتما نابودش میکنه. 100 بار بهش گفتم با این دوستای بیارزشت نگرد. جانو میتونست بره سر کار، ولی این دوستای عوضیش از راه بدرش کردن. خدایا بهش قدرت بده، به پسرم قدرت بده. میدونم رفتی دیدن دختره. اینقدر به زندگی عاشقونه من حسودی نکن، به جانا فکر کن. اتفاق عجیبی نیفتاد. چه اتفاق عجیبی؟ آخه وقتی با اونی همه چی عجیبه، مگه نه؟ حالا چی کار کردین؟ بهم بگو. چرا؟ بهم بگو دیگه. رفتیم معبد، بعدش هم رفتیم کنار رودخونه، نشسته بودیم و حرف میزدیم که یهو ناپدید شد و بر نگشت. میدونستم ویکی. چی؟ که این دختره یه روح خبیث شیطانیه. منظور چیه روحه؟ من و جانا اومدیم تو رو نجات بدیم، ولی به جاش جانا رو برد. چی داری میگی؟ از رویا بیا بیرون جناب رومو، بیا بیرون دیگه. چرا اون فقط تو چند روز مراسم دعا پیداش میشه بعد ناپدید میشه ها؟ تو اون نامه نوشته بود براش چیزای جادوگری سیاه ببری. اصلا تا حالا پاهاشو دیدی؟ کفش داره یا سم داره؟ اسمشو پرسیدی؟ اصلا شمارهشو داری؟ کسی به جز تو تا حالا دیدتش یا نه؟ هیچکی ندیده. ولی لعنتی. فقط من یه چیزی رو نمیفهمم، چطوری وارد معبد شد آخه؟ مگه این روحا کافر نیستن؟ مگه از خدا نمیترسن؟ هیچ وقت وارد معبد نشد، همیشه بیرون وای میساد، حتی تبرکی هم نخورد. ویکی، واسه اولین بار برات ناراحتم. بین این همه دختر توی دنیا تو عاشق اون شدی. برو از اون استریت بپرس که جانا رو کجا برده. دلم براش خیلی تنگ شده، دلم براش تنگ شده. یه چیز دیگه بهش نگی بی تو همه اینا رو بهت گفته، وگرنه ممکنه منو هم بدزده. هشدار هشدار هشدار، هشدار مهم برای همه مردم شهر. استری در حال شکاره و همه مردا در آستانه خطر قرار دارند. راه نجات پیدا کردن از استری در این کاغذ حسابی نوشته شده. نشونم بده. نه برای تو نیست پدر، تو در امانی. اگه به استری برخورد کردین فقط یک راه فرار دارین. تحت هیچ شرایطی شما نباید با اون در واقع الو از کجا اینقدر درباره استری میدونی؟ من همه چی رو میدونم. 3 تا لیسانس و 2 تا فوق لیسانس دارم، ادیب و موسیقیدان و معلمم. همه این مدارک رو دارم. بچگیمو بین کروکودیلا گذروندم، انبار کتاب رودرا. حالا چرا بنویسیم آی استری فردا بیا؟ ها میتونی به چیز دیگه بنویسیم، مثل اینکه آی استری هیچ تا وقتی این جمله کار میکنه باید ازش استفاده کنیم. در ضمن اگه مهمون ناخونده‌ای داشته باشیم مستقیما که بهش نمیگیم گم شو دیگه بر نگرد اینجا، مؤدبانه بهش میگیم که فردا تشریف بیاری. شنیدم استری از قبل تومشو در نظر میگیره. اقربای مادم کارشون همینه، اقربای نری که باشون زندگی میکنه رو میخوره. آقایون عاقل، نیازی نیست دانشتون رو همش به رخ هم بکشین. این حرفا رو بذارین کنار، بگو راه حلش چیه. زنم میگه میخوای بری بیرون، میخوای این به بعد لباس زنانه بپوشی. خواهش میکنم که شایعه پراکنی نکنین، وگرنه میبینی همه تو شهر با ساری راه میرن، مثل یارو توی این فیلم دیگه. نه من موندم اون چطوری اسم همه رو میتونه؟ چون همه پایگاه اطلاعاتیمون به اون وصله. خفه شو ابله. ببینید تا الان 2 تا جوان دزدیده شدن، باید مراقب باشید. پسر بیچاره رو تو مرکز شهر دزدید.
اون مگه دوست تو نبود ویکی؟ الان دیگه نیست واقعا که. لیوانتو بذار زمین. چی؟ واسه من زبون میریزی آره؟ گم شو ببینم. اون زنده است. استاد بیاید ببینید. داداش میکی معرکه این لباس توی 30 دقیقه دوختی. بابا این معرکه است. چی شده؟ هیچی، چیزی نشده. نه من کاری نکردم منو نکش استیلی، منو نکش، من کاری نکردم، منو نکش استیلی، خواهش میکنم. چی شده؟ هیچی نشده. ولی قیافت طوریه انگار روح دیدی. روح؟ نه بابا روح چیه؟ چیزی نیست. نه آره من خوبم، حالم خوبه. آماده است؟ آره آماده است. ممنون. خواهش میکنم. بریم یه جایی؟ کجا؟ میبرمت یکی دیگه از جاهای مورد علاقم. نه من همینجا رو دوست دارم. بیا همینجا بشین. باشه. با انگشتات جادو میکنی. با پاهمم جادو میکنم. میتونم اینجوری بچرخونمشون. تو میتونی پاهاتو اینجوری بچرخونی؟ مثل اینکه امروز یه مشکلیه. نه چیزی نیست. فقط میشه یه سوال ازت بپرسم؟ ببینم تو به روح اعتقاد داری؟ شنیدم یه زن شبا تو شهر پرسه میزنه و بهش میگن استری، جادوگره، مردارم میدزده، یه جایی میبرتشون. میدونم که حتما دلیل خوبی برای کارش داره. هیچ کس از شکم مادرش جادوگر به دنیا نمیاد ها؟ من متوجهم. دوستم جانا اونم ناپدید شده. پسر خیلی خوبیه. مردم میگن استری اونو برده. ببینم تو جانا رو میشناسی؟ ببینم من میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ شخصیه ولی لطفاً به خودت نگیر خواهشم. تو ببین ازم ناراحت نشی یا تو استری هستی؟
همینجوری پرسیدم، اصلا مشکلی باش ندارم. فقط میخوام مطمئن بشم که اگه روحی، منظورم اینه که شما همینی که هستین. اگه همچین چیزی هستین به من بگین که خودمو از لحاظ روحی آماده بکنم. همین، فقط همین. عمو اون دختره که اونجاست رو میبینی؟ کدوم دختره؟ بابا همونی که اونجاست. بیا بکشش. آره جان بیاتی بیما بیاتی. بعضی وقتا باید به حرف دوستات گوش کنی. ها؟ آخه چطور میشه دختر خوشگلی مثل اون استیری باشه؟ حالا واقعا خوشگل بود؟ ببخشید. دارم به جانا فکر میکنم. تصور کن الان تو چه حالیه. یه جایی تو سرما لباس تنش نیست. باید چی کار کرد؟ باید یکی که متخصص افسانه‌های پوچه رو پیدا کنیم. جای درستی اومده این. من از همه چی خبر دارم. این رو من زیاد تأثیری نداره. پس چرا می نوشی؟ به یاد شماست، میدونی که. ببین شارما رو بذار کنار، بگو درباره استری چی میگی؟ دارم روی خانم استری تحقیقات میکنم و میگن نتیجه کار سخت ولی همیشه شیرینه. منم یکی گرفتم. شیرین؟ نه، کتاب. یه لحظه اجازه بدین. اینه به عیناش. اوه کیس؟ کاسو. داره روی این تحقیقات؟ درسته. نه روی نه، این چاندری پورانه. چاندری دست‌نویسای خودشه. شهر ما از چیزی که فکر میکنی با قدمت‌تره پسرم. جایی که شما الان نشستین، اگه اینجا رو بکنیم تمدن هارپا رو پیدا میکنیم. دقیقاً همینجا، هارپا. اینجا رو نگاه کنین. چاندری پوران نوشته، شانکار شاستری، اینه هاشش. سالها قبل خانوم بسیار زیبا روی بوده که همه مردم شهر در واقع آرزوی ازدواج با اونو داشتن و بالاخره اون مردی رو پیدا کرد که عاشق خودش شده بود، یعنی عاشق روحش شده بود، نه جسمش. یه عشق واقعی، نه مثل عشق نسل شما، عشق در نگاه اول و بعدم 1000 تا کثافتکاری دیگه. این نسل میخواد به کجا برسه؟ شرودرا نمیخواد ادای باباها رو در بیاری، لطفاً ادامه. خیلی خوب باشه. اونا تصمیم گرفتن ازدواج کنن ولی مردای دیگه نتونستن خوشحالی اونا رو تحمل کنن. یه شب قبل از عروسیشون هر دوشون رو کشتن. از اون زمان به بعد توی شهر سرگردونه، دنبال عشقش داره میگرده تا اون شبو کامل بکنه و این اتفاق زمانی میفته که اون عشق واقعی خودش رو دوباره پیدا کنه. همچین آدمای گستاخی نتونستن خوشحالی یکی دیگر رو تحمل بکنن. هر زنی این حقو داره که عشق واقعی داشته باشه و بتونه زندگی کنه و خوشحال بشه و بتونه که بچه دار بشه و از زندگیش داداش شده. بعدم میتونیم درباره این حرف بزنیم. الان به ما بگین که چطوری میتونیم جلوی استریو بگیریم. فقط یه راه برای خلاص شدن از اون هست. بزن صفحه بعد. اونجا نوشته، بزن صفحه بعد. کار اصلی مردم شهر ابریشم بود. مردم به حدی بی سواد بودن که واقعا باور داشتن ماه عموی اونهاست. مسئله چطور شاستری از غرب رفته به شرق؟ ها اینجا چی نوشته؟ بعد از صفحه 66 صفحه 80 میاد. بقیهش کجاست؟ واسه همین اجازه نمیدم کسی بیاد تو دیگه. بچه‌ها ورقای کتابو میکنن و باهاش قایق کاغذی درست میکنن. حالا جانا رو چطوری نجات بدیم؟ یه لحظه وایسا، من اینجا رو دیدم. واقعا؟ آره. کجاست؟ بالای تپه. باید بریم اونجا. خب بریم. حتما اونجا یه چیزی پیدا میکنیم. خب برین دیگه، شما دوتا برین. چی؟ ها؟ تو هم باید بیا. من باید بیام؟ آره. داداش رو در تو تحقیق کردی دیگه. یه لحظه صبر کنید، بذارید خودمون بسازم. شما، من دارم میرم. شب سوم. بنزینمون کمه. چقدر مونده ویکی؟ یکم دیگه مونده. وایسا.
چیه؟ هیچی. به گرد و خاک حساسیت دارم. بیا. اینجا خیلی تاریکه. نکنه منو به دزده ببره. زن اون مرد که نیست. استری مثل مردا از زور استفاده نمیکنه. اول ازت اجازه میگیره. سلام آقای تام، دیک، هری، حالا یا هرچی. و اگه برگردی اون موقع فکر میکنه جوابت بله هست. اون وقت رو با خودش میبره. پس تحت هیچ شرایطی نباید برگردی. اصلا برنگرد. جانا 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 چی کار میکنی؟ داداش شده را نوشیدنیو بده من. نوشیدنیو بده. داداش شده را نوشیدنیو بده. بیا. چرا؟ نوشیدنیو بده. خب چرا؟ الان که وقت خوردن نیست آخه. نه به آدم قدرت نمیخوام. بخور. نه قدرت نمیدونم. یکم من واسه من بذار. یکم واسه من بذار. خیلی خوب. مواظب باش داری حرومش میکنی. بده. نگران نوشیدنی تی. تو از اون طرف برو. داداش رو دارم. تو برو طبقه بالا. چرا؟ منم اینجا رو. بذار کنار هم باشیم. وقتی این کارو نداریم. درود بر استری. 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 مامانم همیشه میگه دعای هانومانو یاد بگیر. حالا ببین. ببخشید مامان. کاش حرفتو گوش میدادم. مامان. مامان. داداش رو دارم. دارم خودمو گرم میکنم. دیدمش. بالاخره دیدمش. وای نه. داداش رو دارم. جانا
استری منم ویکی یادت لباستو دوختم؟ من به خاطر جانا اومدم. اون پسر خوبیه، کاریش نداشته باش. راستش بهت میگه زن داداش. من لباستو توی نیم ساعت درست کردم استری. اون وقت میخوای منو بدوزی؟ میخوای بهم صدمه بزنی؟ من بر نمیگردم. من اصلا صداتو نمیشنوم. الو 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 الو. به فنا رفتم. بابا، مادر جان، من خوبم. آره منم خوبم. رفتش؟ نمیدونم. نمیدونی؟ حداقل یه اتفاق خوب افتاد، اونم که شما استری نیستی. ببخشید صبح بود حواسم پرت بود. برگردین؟ ولی ویکی هنوز داخله. کجا بودی؟ ویکی جانا رو دیدی؟ فرار کن داداش رو دارم. تو دامش نگفت؟ اون نیست بابا، استری نیست. داره دروغ میگی بابا. این همون دختر است. نامه یادته؟ اون لباسه. ویکی لطفاً همونه. اون جون خودش رو به خطر انداخت تا منو نجات بده، شما دوتا رو نجات بده. خیلی باحال بود. خنجرش رو به سمت جادوگره پرت کرد. اگه کلیپش رو تو یوتیوب میذاشتیم کلی بازدید میخورد. هشتگ دختر خنجری. اگه راست میگی تو اونجا چی کار میکنی؟ از کجا میدونستی ما اینجاییم؟ فقط دوست شما نیست که گم شده. هر سال کلی آدم گم میشن. 3 سال زمان مراسم دعا میام اینجا تا بتونم واسه همیشه از شرش خلاص بشم. میدونم اون هیچ وقت بر نمیگرده، ولی بازم نمیدونم چی کار کنم. عجیبه. میتونی منو شریک غمت بدونی. سنگینی بارشو کم میکنم. نه؟ باشه. این هنر رو از کجا یاد گرفتی؟ چند سال سرگردان بودم. سمت مرتضی و تانتریک رفتم. تانترا، جادو، هیپنوتیزم، جادوهای کتاب قرمز، همه این چیزا رو یاد گرفتم. این 3 سال فقط یه مأموریت داشتم: شکست دادن استری. هر چیزی که میدونستم و حسابی امتحان کردم، ولی کافی نبود. فکر میکردم آمادم. فکر میکردم این بار میتونم شکستش بدم. ببین خانم، من تحقیقات زیادی روی این موضوع داشتم. تحقیق زیاد. کتابای درباره طلسمای جادویی و هیپنوتیزم و اشکال دیگه هنر رو تو کتاب خونم دارم. اگه به کمکم نیاز داشتین بیاین. امام مغازه لباس فروشی داریم توی شهر. حرف اولو میزنه. هر چیزی خواستید به من بگین، رو چشم. و همیشه بهتر از لباس دوخته شده است. خیلی بهتره. از اینجور لباسا خوشم نمیاد. بریم؟ چی شده؟
برگشته کجا بودی عزیزم کجا بودی عزیزم بابا ولش کن تو آبلنبوش کردی که چقدر لاغر شدی منو ببخش منو ببخش شما دوستای واقعی هستی حرفای بدی بهتون زدم ببخشید عیبی نداره خاله جون بذارم منم مادرت میخوام بخوابم ها میخواد بخوابه باشه بذارم برو لطفاً بعداً کتمو برگردون باشه خداحافظ جانم شوهرمو برد ببینی لباساشمونو برد با اینم لباسای شوهر من بزاره چه خاکی بزاره ببین چی کار کنم شوهر بازنیدم چی کار کنم خیلی دلم براش تنگ میشه حالا چی کار کنم صبور باشید ولی چطور این همه آدم ناپدید شده؟ یکی جوهرها رو پاک کرده. جانا کجایی؟ جانا بیا اینجا یه اتفاق خیلی بد افتاده اون کلی مرد دزدیده استری جوهرم پاک کرده جانا 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 چرا اینجوری نشستی جانا کف دستات کف دست جانا جانا من رفیقتم آخه چرا اینطوری برخورد میکنی جانا من همینجوریشم زخمیم تو رو خدا منو بکن جانا هی وای ما آدمی ما بادک نیستیم جلوی داری منو پس میکنی این برون بر جانا دستای جانا رو نگاه کن جوهر رو این پاک کرده نگاه کن حواسشو پرت کن من؟ آره تو برو جانا یکی یه ملافه بیاره جانا بسه جانا نکن جانا منم ویکی منم جانا بس کن من دیگم ساکت میزنم تو دهنت برو خون شا برو اونور برو جانا بابا چی کار میکنی منم ویکی داداش من رفیقتم بیتو چی شد؟ ببینید این تنها راهشه مثل زنا ساریا علنگو بپوشیم راه حلت اصلا مشکل گشا نبود استری 20 تا مردو از اینجا برد بله ویکی آره میدونم الان میام دارم میام یه لحظه وایسا میخوان جوونامون برگردن هر کی اونا رو به خونه برگردونه واسه هر مرد 10,000 تا پاداش میگیره این منطقه باید آرامش رو به خودش ببینه این شهر آزادی میخواد این شهر آزادی میخواد آزادی 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 همه باید متحد بشن آزادی شما مردا رو بهمون میدین ما هم به شما آزادی میدیم دود داره میره توی صورتم بس کن مامان هی بیتا دستمو باز کن بی خیال بابا هیچ کس به حرفش گوش نمیده زورش از یه کرگدن آفریقایی هم بیشتر شده آخه چطوری میتونه این نفر دوستشو بزنه نباید وقتو هدر بدیم
جانا کاملا تحت کنترل اونه. باید قبل از اتمام مراسم یه کاری کرد. خب اگه تجربت زیاده به ما هم بگو که یاد بگیریم. اگه بتونیم یکم درباره استری بفهمیم میتونم یه نقشه بریزم. ولی از کجا؟ تو مغازه اون یه کتاب پیدا کرد. کتاب خونم نه مغازه. توی کتاب خونش یه کتاب پیدا کرد ولی چند صفحش نبود. اگه بتونیم نویسنده اون کتابو پیدا کنیم اون وقت میفهمیم تو اون صفحات چی نوشته. ها؟ طرفو میشناسی؟ من همه رو میشناسم. هنوز زنده است؟ تو اورژانس زندگی میکنه. ICU. اورژانس گفتم. درباره کدوم کتاب حرف میزنی؟ جناب آقای شاستری، شما تاریخ شهرمون رو تو یک کتاب نوشتین. یک کتاب خیلی بزرگ و قطور، چندری پران، یادتونه؟ به همون بگین. کتابتون در انبار کتاب دودرا توزیع شد. یادم کتابای غیر اخلاقی میفروختی. آره آقای شاستری، استری چند نفر از دوستای ما رو دزدیده. مردای زیادی رو دزدیده. میتونیم برشون گردونیم یا نه؟ استری لطفاً آقای شاستری. خواهش میکنم. ببینم جنگ جهانی دوم تموم شده؟ ای بابا داریم وقتمون رو تلف میکنیم. این چیزی یادش نیست. آره جناب شاستری، جنگ خیلی وقته که تموم شده. نه آقای شاستری داریم درباره استری حرف میزنیم. استری همون استری. منظور جنس لطیفه ها؟ زنها در مقابل مردا هیچ شأن و منزلتی ندارن. همیشه باید حد و حدود خودشونو بدونن. نباید از خونشون بزنن بیرون. اونا وظیفشون اینه که شوهرشونو خوشحال کنن و بچه دار بشن. اگه از حد خودشون گذشت تا خفه شو، باید روی صلیب زنده سوزونده بشن. با دیوونه از این شکلکی حواله ما کرد. این اصلا راه حلی نداره. چه افکار شرم‌آوری. این دیگه چه جور نویسنده‌ای بود؟ واقعا اون نوشته؟ حالا جانا چی میشه؟ اصلا نمیشه کنترلش کرد. بذار فکر کنم. چه ذهن کثیفی داشت. من نه، ذهن من کثیف نیست. این شهره که ذهن کثیفی داره. تا وقتی که میخواستن از اون استری استفاده کردن ولی بعد از دستش خلاص شدن و مردی رو که بهش احترام میذاشت و هم کشتن. همشون میمیرن، همه یکتون. تا زمانی که یه مرد توی این شهر باشه اون هیچ وقت عقب نمیکشه. چیکار کنیم؟ فقط یه مرد، فقط یکی میتونه این آتیشو بخوابونه. اون کیه؟ میشه بگین چه شکلیه؟ پوستش گندمیه و بینیش کشیده است. کنار درخت بلوط به دنیا اومده. شاهزاده است. عشق تو چشاش موج میزنه. یه هنرمند واقعیه. اون محافظ واقعی این شهره. پسر یه جادوگر که مجرد. پسر یه جادوگر که مجرد. پسر یه جادوگر که مجرد باشه. پوستی گندمی و بینی کشیده و مثل که پادشاه رفتار کنه. کنار درخت بلوط به دنیا اومده باشه. شاهزادگی خانوادش باشه. ویکی، تو توی خونه مادر بزرگت به دنیا اومدی؟ آره؟ یه درخت بلوط هم پشت خونهشون بود. آره چطور؟ تک پسرم که هستی شاهزاده خودت یا؟ پوستش گندمی بینیش هم پوست گندمی و بینی کشیده و مثل یه پادشاه رفتار کنه. پوستش گندمیه، بینیش هم خیلی کشیده است. آره دیگه نگاه کنید شکل بینیش خیلی کشیده است ولی به خاطر همین فکر میکنی همش پادشاهی. عشق هم تو چشاش موج میزنه و یه هنرمند واقعیه. تو چشمات عشقه. استری هم اینو فهمید، برای همین ندزدیدت. تو چشام عشق میبینی؟ استری میتونه ببینه، نه این. تازه هنرمندم هستی. جوگیر شدی آره؟ این چه هنری داره آخه؟ ویکی این اطراف بهترین خیاط زنونه منطقه است.
دقیقاً. این خیلی جالبه، ولی بعد یکی رو پیدا کنیم که 5 تا ویژگی رو داشته باشه. 5مین ویژگی چیه ها؟ پسر یه جادوگر. چطور اونو پیدا کنیم؟ جادوگر یعنی همون چیز دیگه، همون هیچ کس بهش نگفته. میدونن. همه شهر میدونن. آره میدونن. آخه تویی که نمیدونی. چیو؟ نه گوش کن. نیازی نیست که ناراحت بشی. خوب گوش کن. بعضی ها مادرشون معلم مدرسه هن، بعضی هم کارمندن، بعضی ها ترشی درست میکنن. مادر تو در واقع چی؟ اونه دیگه. جادوگر؟ آره جادوگره. میزنم همینجا میکشم تا. فکر میکردم وقتی میگی جادوگر از ته دل نمیگی. جمع کنید این مسخره بازیه رو جلو اون داری میگین. واقعا کارتون مضحکه. آبروی منو بردین. ویکی راسته. جانم میزنم سرتو میشکنم ها. من این حرفا رو قبول نمی کنم. بابا اصلا مادر من جادوگر نبوده. مادر من جادوگر نبوده. گوش کن. نه ویکی. نه ویکی. محافظ شهرمون رو پیدا کردیم. باید بره با اون بجنگه. منظورت استریه؟ آره استری. آره. یکی دیگه. داداش ویکی، مامانم میگه کی بلوزش رو بهش میدی؟ بابا اون روز درباره انرژی چی میگفتی؟ وقتی جوون بودی خیلی کارا میکردی؟ یه چیزی رو بهم بگو. چرا راجب مادرم یه چیزایی مخفی کردی؟ مامان کی بود؟ چرا چیزی بهم نگفتی؟ همش بهم دروغ گفتی. بابا دیگه اذیتت نمی‌کنم. به جون ماما، به جون بابام. باشه ببخشید. بخور. خب میتونستی بهم بگی. همین. بخور دیگه. با بابام حرف زدم و فکر کردم چه فرقی میکنه. هرچی بوده مادرم بوده. شاید بابام بهم دروغ بگه، ولی صلاح منو میخواد. کسی که با مت تو مغازه وای میسه استعداد من و منو تبدیل به بزرگترین خیاط شهر کرد. ولی تو این شهر همه این مردم حقیقت رو راجع به من میدونستن، ولی هیچ وقت هیچ کس منو مسخره نکرد. وگرنه که مردم همیشه عاشق غیبت کردنن. همیشه میدونستم که من فقط واسه لباس دوختن به دنیا نیومدم، ولی نمیدونستم که برای نجات اون آدما به دنیا اومدم. خدا مأموریت خیلی خاصی رو برام انتخاب کرده. در کنار درخت بلوط به دنیا اومده باشه. شاهزاده تک. پسر یه جادوگر که مجرده. اگه من واقعا پسر یه جادوگرم، پس این شهر رو نجات میدم. همه رو نجات میدم. جانم همینطور. بی تو همه رو جمع کن.
درباره استری چی میدونیم؟ ترسناکه. وحشیه. نه، میتونه بخونه. تا حالا شنیدین هیچ روحی بتونه آواز بخونه؟ یعنی با یه جادوگر با سواد طرفین. اون جادوگر نسل جدیده. نکته شماره 2، هر سال فقط یه فستیوال واسه دزدیدن مردمیه، ولی اگه بیرون خونت بنویسی ای استری فردا بیا، میخونه و بعدش هم با خودش فکر میکنه آها باشه امروز استراحت میکنم فردا برمیگردم. به همین راحتی. یعنی اگه چیزی بگی اون گوش میده. یعنی که حرف گوش کنه. شماره 3 خیلی احمقه. فردا شب که میاد دوباره همون جمله رو میخونه و فکر میکنه اوه لعنتی دوباره باید فردا برگردم. این تقلبه. بعد برمیگرده خونش. بیچاره نمیدونه که این مردم دارن گولش میزنن. متوجه شدین؟ آیکیوش خیلی پایینه. دقیقاً. و ما از اون خیلی باهوش تریم. دقیقاً. و اگه جدی باشین به راحتی میتونیم واسه همیشه از دست این جادوگر خلاص شیم. پس بیاین جدی شیم. آره درسته. آها. ولی چیکار میخوایم بکنیم؟ شب عروسی. ولی داداش رو داره شما یه ذره پیر نیستی؟ من که نه. اون طبق کتاب جناب شاستری استری شب عروسی که ناتمام موند و میخواد تمومش کنه. خب بعدش؟ و اگه تو محافظ شهرمونی پس باید خواسته هاشم برآورده کنی دیگه. نمیفهمی؟ چی داری میگی؟ تو دیوونه شدی؟ بابام نمیذاش حتی شب عروسی رو تو تلویزیون نگاه کنم. چطور میتونم با یه جادوگر؟ آره من محافظم. مگه نباید آماده بشم؟ مبارزه بعد از شب عروسی شروع میشه. داداش رودرا منظورت اینه که من و اون جادوگره باید به عنوان تومه ازش استفاده کنیم. باید اونو سمت تو بکشیم. همین. یادته عشقو توی چشمات دیده؟ آره. خب بعدش رو بسپار به من. اون تو خونه خودش خیلی قویه، ولی من میدونم وقتی از خونش بزنه بیرون چطور بهش غلبه کنم. اما کجا بکشونمش؟ همینجا توی قصر ویکی. بهتر اینجاست. استری امشب واسه شکار میاد. از خونه بیرون نرو و درارم قفل کن باشه؟ زود برگرد، من تنهایی میترسم. باشه زود برمیگردم، درارم ببند. هی 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 هی. ویکی خیلی خوشتیپ شدی. خیلی خوب. اینم بپوش دیگه. سرت بذار رو سرت دیگه. میگم نمیخوام. بپوشش دیگه. بابام چه آرزوهایی واسه عروسیم داشت. کی فکرشو میکرد یه روز با یه جادوگر ازدواج کنه؟ نگران نباش، تو این فرصت داری که ناجی شهر باشی. این فرصت که گیر همه نمیاد. جانا رو نمیخوای نجات بدی؟ نمیخوای دوباره تبدیل به انسان بشه؟ نقشه چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ استری حتما بعد از خوندن اون پیاما میاد پیش ما. وقتی توی چشمات نگاه کرد رو تو بر نگردون، به جاش توی چشماش زل بزن. یه طلسم بلدم، اون طلسم قدرتش ازش میگیره. بعد باید
با این خنجر بزنید توی قلبش. خنجر؟ آخه من چطوری؟ داخل منتظر میمونیم، نترس. بریم. ببین طلسمت واقعا کار میکنه؟ 90%. یعنی چی 90% کار میکنه؟ خب شایدم 99%. یعنی 1% امکان داره بمیرن؟ آره؟ مادر جان. خیلی خب حالا هرچه زودتر حرکت کنیم. من دارم میرم. نگران نباش، اصلا نگران نباش. یادت نره تو ویکی هستی، کسی که میتونه مردم شهر رو نجات بده. خیلی خوب باشه، اگه من برنگشتم دنبالم نیان. مراقب بابام باشی. شب آخر. هی استری، اینجا مردی نیست. اوه استری، اینجا مردی نیست. هی استری، فردا بیا. اوه استری، اینجا مردی نیست، فردا بیا. کنم خودشه. نیومد تو. یعنی شک کرده؟ جالبه، استری باهوشتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. جانا به هم گوش بده. جانا ولش کن. ولش کن. جانا ویکی گم شده. ویکی؟ ویکی؟ ویکی اینجا نیستش؟ خب آخه یعنی کجا رفته؟ یعنی استری اینجا بود و تهمتشو با خودش برده. نگو. اون همه نقشه و اون همه کاری که کردیم هیچ فایده ای نداشت. بگو ببینم خواهرت کجا اونو برده؟ ویکی تو واتساپ بهم پیام داده. چی؟ موقعیتشو فرستاده. استری کجایی استری من باشه
باشه. باشه من همینجا میشینم تکون نمیخورم جایی نمیره همینجا میشینم. اینجا همونجاست. فکر کنم بردتش به اتاق خودش. اون تا مراسم رو تموم نکنه ولش نمیکنه. وای خدا. استری من آمادم. میگم بیا اینجا تا شب عروسیمون رو تموم کن. من دارم آماده میشم. पेंट भी उतारे रेडी हो गया कर लीजिए सुहागरात। सॉरी श्रीदी हमें समझ आ गया आपका इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम तो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। हम अपने कपड़े भी पहन लेते हैं। देखिए आप हम पहन रहे हैं। हमें मत माहिर दीजिए। हमने आपको गलत समझा। چی شد؟ مرد؟ الان قدرتی نداره ولی باید قبل از اینکه قدرتش رو به دست بیاره کارش رو تموم کنیم. لباسات کجا؟ ببخشید من فکر می‌کردم برای نجات شهر باید همراهش باشم ولی میدونی چیه؟ فکر نکنم اون همچین چیزی از من بخواد. بگیر باید قلبش رو با این خنجر پاره کنی و گیسش رو ببری. گیس؟ گیسش چه ربطی داره؟ تازه من چطوری این کارو بکنم؟ خواهش میکنم. اگه میتونستم خودم این کارو میکردم. تو باید این کارو بکنی. تو محافظ این شهری. زود باش. آره من میدونم محافظ این شهرم ولی من یه خیاطم قاتل که نیستم. قبل از اینکه بیدار بشه بکشش. باش. بگیر. باش. برو. حتما باید بکشیمش. بیچاره ببین چجوری افتاده اینجا. مردم شهر دقیقا همینجوری باش رفتار کردن. ما هم داریم همین کارو میکنیم. فرق ما و اون چیه؟ حتما واسه خودش یه دلیلی داره. میخواد عشق واقعیش رو پیدا کنه. بذار بره. حتما یه راه دیگه هم هست مثل دم مارمولک یا سوپ سوسک. ها؟ پس گیسش رو ببر. هم قدرتش از بین میبره هم نمیمیره. نه تو چشاش نگاه نکن. خنجر رو پیدا کن. زود باش. ببین ویکی چشماتو باز کن.
اگه توی چشماش نگاه کنی کاریت نداره. فایده ای نداره. اون تشنه عشقه، با عشق توی چشماش نگاه کن. عشق یکم بیشتر میگی. من شلوارمو خراب کردم اون وقت میگی با احساستر. ساکت باش دیگه. ببر فک تو. ساکت. این همه داد و بیداد واسه چیه؟ این راه انتقام گرفتن نیست. خیلی سنم محافظ این شنم، یکم احترام بذار. همش جیغ میکشی. بگی گیزش رو بنداز بیرون. حالت خوبه؟ خوبی؟ ها؟ آره. خنجر بلند شو. بیٹو. فکر کنم رفته. داشت بهش حمله میکرد، از پشت گرفتمش، گیسشو بریدم، بعدش هم ناپدید شد و دیگه هم بر نگشت. خب حالا این استری مرده یا نه؟ هنوز زنده است؟ تو بگو، یعنی این سال بعد دوباره میاد؟ اون فقط تشنه یه چیزه. نه، تشنه 2 تا چیز. چی؟ عشق و احترام که این شهر هیچ وقت بهش نداد و این بزرگترین اشتباه شهر بود. ما هم نزدیک بود این اشتباهو بکنیم. و اگه شهر اون احترامی که هیچ وقت بهش نذاشته بودن و بهش بده، ممکنه دست از سرمون برداره. اونجاست. وایسا زن داداش. وایسا الان برگرد. موفق باشی. خیلی دنبالت گشتم. لباسا رو پوشیدی؟ اندازته؟ خیلی خوب اندازه ما گرفتی. این واسه شماست. بدون تو نمیتونستم با استری بجنگم. ممنون. تو خیلی خوبی ویکی. کاش قبلا هم دیگه رو میدیدیم اون وقت میتونستیم دوست باشیم. تو با هم دوست میشی؟ منظورت دوسته یا اینکه چیز؟ آره منظور دوستی همینه دیگه نه؟ نه آخه تو شهر ما دوستی یه معنی دیگه ای میده. فقط اگه خواستم با حرف بزنم یا ببینمت چیکار کنم؟ شماره ای ازت ندارم. کافیه بهم فکر کنی. حتما باید بری؟ لطفا چند روز دیگه هم بمون.
خواهش میکنم. ویکی لطفاً. اسم تو بهم نگفتی. اولین باره میبینم یه نفر عاشق شده اسم طرفو اصلا نمیدونه. شاید عشق حقیقی همینه. تو این 3 سال گذشته فقط یه هدف داشتم. استری رو شکست دادم. هر چیزی که میدونستم امتحان کردم ولی فایده‌ای نداشت. همیشه راهی واسه کنترل قدرت هست. فقط گیسش رو ببر. بی قدرت میشه ولی نمی. اگه میتونستم خیلی وقت پیش انجامش میدادم. تو محافظ این شهری. تو باید انجامش بدی. حالا که گیسش مال منه، قدرتش هم مال خودمه. یک سال بعد ارائه شده توسط وبسایت دیوا موویز. Music. बोला था मैंने सारी बहनें आएगी लेने